این سه چیز، هم کردیت، هم ایپوتک و هم لومبارد، آمیخته هست به پرسنت یا گفتیم به ریبا و همون فایزخوری. یقین بدانید که درباره انسان فایزخور الله چور وعده یا گفتیم وعید شدید در دنیا و آخرت داده است. اولا الله میگه الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس. در دوامش میگه اولئک اصحاب النار، اونهایی که ریباخور هستند روز قیامت گویا که به یک نفر جن زده باشد از جایشون بیدار میشوند، اونها از اهل دوزخ هستند. و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که انسان های پرسنت خور با شکم های کلان پر از آتش بیدار می شوند. و در مسئله پرسنت دهنده و پرسنت خورنده یک است. یعنی اصلا آمده است که تو که پرسنت می دهی تو مظلومی، تو به گناه شریک نیستی. نه، هم پرسنت دهنده هم خورنده یا گفتیم هم فایز دهنده و هم فایز گیرنده اینها یک می باشند. در دوامش الله میگه یمحق الله الربا و یربی الصدقات. هر چیزی که نامش ریبا هست، فایزخوری هست، چه ایپوتک باشد، چه کردیت باشد، چه لومبارد باشد، چه عادی به همسایه قرض دادیم یا از یک نفر دیگر رفته قرض گرفتیم، هر چیزی که نامش پرسنت و ریبا هست الله میگه یمحق الله الربا، برکت آن نابود می شود. و در بعضی کتاب های تفسیر آمده است که از آن ریبایی که گرفتی یا خودت میخوری، نه خودت بهره میبری نه فرزندانت. اون یک پولی حرامی هست که پروردگار برکت آن را کلا خاموش کرده است و هیچ ریبا خوره نه خودش نه فرزندش در دنیا ثروتمند می شود نه روز خوبی می بیند. یعنی برکت این مال کلا در دنیا هم زائل شده یا نابود شده می باشد. در دوامش الله می گوید والله لا یحب کل کفار اثیم. یعنی سبحان الله، الله آنهایی که ریبا میخورند حتی کافر میگوید. یعنی اینها کفران نعمت کردند و گناهگار هستند و آنهایی که هم به الله گناه کردند در برابر خوردن و گرفتن ریبا، هم به این حلال بعضی و حتی حلال گویان هم دست میزنند. در پایان آیت که اینها همه در سوره بقره از آیت 276 شروع می شود، الله میگوید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. وقتی در بالا میگوید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، از الله بترسید ای آنهایی که ایمان آوردید، ای مؤمنان از الله بترسید و ریبا خوردن و گرفتن رو بس کنید. در دوامش میگوید اگر بس نکردید پس شما برخیزید به جنگ با الله با پیامبرش. و من و شما میدونیم که ما برابر یک انسان دوپایه هم وقتی که در دستش سلاح هست یا پگان دارد به جنگ برخواسته نمیتوانیم. کجا رسد به رب العالمین که به ما جنگ اعلان کرد دیگر ما اصلا به خود نمی آییم. یعنی آنهایی که ریباخور هستند، شاید شما هم شاهد باشید و پروردگار شاهد باشد که من خودم هم چندین نفرانشون رو میشناسم به دردهای گرفتار هستند، به مصیبت‌های گرفتار هستند. بعضی حتی بعد از به پرسنت دست زدن به حالتهای دچار شدن که تمام خلق الله هم لعنتشان میکند هم به حالشان از یک جهت میسوزد که چه احوال دارد این بیچاره. یعنی به روزهای ریباخورهای مشهور گرفتار میشوند که دیگرها گرفتار نمیشوند. اما اینجا دهنده هم همین است. اگر من و شما رفتیم به پرسنت گرفتن یا کردیت گرفتن یا با ایپوتک یا گفتیم لومبارد، عیناً از آنها هیچ فرق نخواهیم کرد.